کلیدها. چی شد یوز؟ خدا جزایشان را دهد. آگاه کرده بودم یوز. به فکرم این دفعه مرا خوب گوش میکنی. اگر به قعر دوزخ روی هم من تو رو پیدا میکنم. همون طوری که درگان رو یافتم همون طور تو رو هم مییابم، ولی تو رو زنده نمیگذارم. قلبت رو با دستانم کنده میگیرم. شنیدی مرا؟ تو حالا در سر قهرت سخن میگویی. قهر بد بلای جان گفتن. قماندان در دست من است. حیات او از من وابسته است. درست ترش از تو چی میخواهی؟ اگر خواهی که قماندان زنده ماند پس ترگان رو به پیش من بیار. میتوانی در حال جواب ندهی، من باز به تو زنگ میزنم. حالا که اندیشه داری فقط نگوی که آن حدودی که من معلوم کردم وجود ندارد. اکنون نیروی مرا احساس کردی. یک فرمان دادم قماندانت را دوان به نزد من آوردند. رفیقانت تنها ماندند. تو هم بیچاره و تنها ماندی. فراموش نکنید من حالا به شما مراجعت دارم. این حالا آغاز کار است. باور کن تو نمیخوای که چنین دشمن داشته باشی. این پلید چی میخواهد؟ درگان رو میخواهد. کسی که نباشد بگذار کلمه‌اش رو عرضه کند، من خودم او را نابود میکنم. ما باید علاج کرده یگان از قماندان را پیدا کنیم. تا آدم او را پیدا نکنیم من نفس کشیدن نمیتوانم. سکا نزلی در پشت درم ایستاده است. من به او چی میگویم؟ خدا جان کمکم کن. آتش این عکس ها رو به ستاد گنرالی روان کردن لازم. خوب من رفته با بچه ها صحبت میکنم. من هم به پلیس ها روان میکنم. آتش التماس خواهش میکنم که با من یکون خبر خوش بگو. تو با من باور داری نزلی؟ استغفرالله گوی آتش، البته که باور دارم. چی واقع شد؟ حادثه بد شده است مگر؟ پدر من زنده است آتش؟ سفسطه نگوی، البته که زنده است. پس او در کجا است آتش؟ کی به او آسیب رسانده است؟ وای در کجاست؟ نزلی خواهش میکنم به من باور کن. ما پدرت رو میابیم. خوب پدری تو پدری من هم هست. با اتاق کاری قماندان در آمده آنجا انتظار شو. از تو خواهش میکنم به من باور کن. شنیدی مرا؟ به من باور کرده آرام شو. فهمیدی؟